هی یادش بخیر چقدر بی آر بودیم، یه لاستیک میگرفتیم تو خیابون، هی لاستیک بدو هی ما بدو. ناموسن قدیما یه فیلم میداد به نام لینچان، شب میدیدیم روز با یه شمشیر پلاستیکی میافتادیم به جون بچه‌ها. راستی این قارقاری یادتونه تو امروز عبدالله چقدر کتک می‌خوردیم تا مامانو واسه ما بخرن، به بچه‌هام نمیدادیم. کاری ندارم، توی تیله بازی چند تا تیله رفیقا رو میگرفتیم تگ میزدیم. این نشونهایی که ما میگرفتیم تو تیله بازی تک تیرانداز لب مرز هم نمیتونست بگیره. باز سر این کارت بازی کف دستمون رو فلیک میزدیم که بیشتر بچسبه به دستمون تا برنده بشیم. یادش بخیر. ناموسن باز فکر بد نکنین ها، تو خشتکش دنبال یه نوستالژی عالیه. بیا از این آتاریا یادتونه برامون می‌خریدن می‌آوردیم سر کوچه با بچه‌ها پوز میدادیم، به هیچ کس هم نمیدادیم. هی یادش بخیر مادر میرفتن پهنکلا واسه دختراشون 3 تا کامل ظرف می‌خریدن، دخترها تو خونه خاله بازی می‌کردن، فاز مادر بودن می‌گرفتن. آخ برامون یه ماشین شنکش می‌گرفتن، ما فاز معدن‌دارا رو می‌گرفتیم، جوری که ما شن جابجا می‌کردیم ماشین شنکش و لودر جابجا نمی‌کرد. آخ از این بلبلک‌ها یادتونه می‌خریدن واسه ما، همسایه‌ها هم که فاش صدهای قرار. آقا این بازی استاپ هوایی یادتونه؟ زمانی که استاپ میدادن ما 2 متر جلوتر وای میستادیم. آخ لیلی یا لیپکا رو یادتونه که جرزنی همیشه صدهای قرار. بعدش هم انقدری که چشم بچه‌ها تیز بود خود وی ای آر هم نمیتونست اینجوری خطای بچه‌ها رو بگیره. نگاه کن تو رو قرآن، واقعا چه دورانی بود. واقعا یادش بخیر. از مزه این آخ حسنی میشه گذاشتی، من نظری ندارم. منم جای تو بودم داشت نظری نداشتم. قدر کن آقا.